درود، منجمی هستم. در باب فن سی پی یو دارم توضیح خدمتتون میدم. عرض به خدمت شما که ما فن‌های مختلفی داشتیم، تو پارامتر قبلی توضیح دادم براتون. فن سی پی یو خنک کننده سی پی یو می باشه که این خنک کننده مهمه برای اینکه سی پی یو اگر از حرارتتون بره بالا میسوزونه، سرعتتون رو میاره پایین. به خاطر همین میان و فن‌های متغیری متفاوتی میذارم. مثلا برای اینکه یه فن خوب بخوایم جا بندازیم باید حتما روی سی پی یو خمیر سیلیکون بزنیم، فنمون رو درست نصب بکنیم، بتونیم کاری که انجام میدیم با خنک کننده خیلی بالا باشه. مثلا این فن سی پی یو فقط برای کامپیوتر نیست، فن سی پی یو برای مثلا کومودورها استفاده میشد، برای آتاری ها استفاده میشه، برای هر پردازش کننده هایی که ممکنه وجود داره. یعنی فن سی پی یو اولش در کومودور 128 گذاشتن که یک تک پردازش کننده مدل 6510 بوده، مدل 64 بود که این سی پی یو را با این تراشه 8502 بود و خنک میکرد و برقی که مصرف کرد 50 کیلو بایت بود و در تاریخ قدیم استفاده میشه. بعد یواش یواش اومدن مهندسان برق برای سیستم پیچیده تره که پی سی و کامپیوتر و یا رایانه ها که مثلا اینتل باشه، مثلا اینتل کوارت آی 7 که باید ابعاد فنیش 37 ممیز نیم باشه یا 37 ممیز مربع باشه. حدوداً 1 میلیارد دیتا حرکت میکنه، حدود 29 کیلو بایت حرکت داره، دیتا حرکت داره و میان اینا میذارن که سرعتش رو جوری تنظیم میکنن که خنک بکنه و پردازش بیاد. منبع‌های تغذیه هایی هم که وجود داشت که به صورت سویچینگ که ما استفاده میکنیم به کابل‌های مختلف در سی پی یو، اون به صورت SAT یا ساتا وجود داره در درایو ها و اینا. اون هم از یک منبع تغذیه هایی به این مورد استفاده میکنن که فنایی که استفاده میکنن خنک کنندگی خوبی داشته باشه و سرعت بالایی داشته باشه. عرض به خدمت یه سری از سی پی یو ها هستن که وقتی شما میخرید فن روشون هست، یعنی این سی پی یو تنظیم شده برای این فن تنظیم شده برای این سی پی یو که این با کیفیت و سرعت این سی پی یو خنک میکنه که مشکلی ایجاد نشه. بعد در موردهای دیگه‌ای که میتونیم از فن‌های سی پی یو استفاده کنیم، ایکس باکس 360